عزیز ساعت در مسکو 18:30 است و برنامه حقوق شما را شروع کردیم. در اینجا در استودیو مرکزی رادیو مهاجر حقوق شناسی ساحه مهاجرت کریم جان یوروف شرکت دارند و دوستان عزیز با آن سال‌هایی که طول هفته شما ارسال کردید و در جریان برنامه سوال‌های خود را پیشنهاد میکنید جواب‌های مشخص میدهند. عزیزان برنامه حقوقی است و آن سوال و آن پیشنهاد و آن گفته‌هایی که از جانب شما هست از جهت حقوقی در اینجا حقوق شناس با آنها جواب‌های مشخص میدهند. تلفن‌های ما در استودیو مرکزی رادیو مهاجر فعال است 8965 151 0410 8967 111 56 46 عزیزان. خب ساعت در مسکو 18:32 است. امروز 10 январи соли 2020 است. دوستان فراموش نکنید هر روز جمعه شامگاهی همین وقت و ساعت ما شروع میکنیم برنامه حقوق شما رو که تشریف میارند در اینجا حقوق شناسان. امروز ما دعوت کردیم حقوق شناسی که در شهر مسکو فعالیت دارند و بهر مهاجران زحمت ها میکشند. این کس کریم جان یوروف هستند حقوق شناسی ساحه مهاجرت. مرحمت کریم جان یوروف، درودهای خود را بگید. السلام علیکم مهاجران محترم. پیش از همه خواهانی هستم که در این سال 2020 کارهای شما قرار گیرند و از طرف پلیس کمتر بازداشت شوید، کمتر شکنجه شوید، چون که ما می‌دونیم شکنجه هم وقت اخیر خیلی زیاد شده است. پیش از همه می‌خواستم که کار شما در این سال نو قرار گیرد و هر یکی شما به نزد پدر و مادر خویش اقربای خود سوق سلامت صحت برگشته روید و خواهان هستم که از این سال بعد صف مهاجران کاری در روسیه کم شود و هر یک مهاجر در وطن خود در پیش خویش تبار در نزد زن و فرزند خود کار یابد و فعالیت خود رو پیش برد و زندگی خود رو پیش برد. بهترین گفته‌ها. تشکر. دوستان عزیز امروز مطرح میکنیم اون سوال‌هایی که دوام هفته ارسال کردید و همچنین سوال‌هایی که در جریان برنامه پیشنهاد میکنید. عزیزان در اینجا سوال‌ها دوام هفته زیاد آمدند و پیش از اون که من سوال‌ها رو پیشنهاد کنم میخواهم با حقوق شناس اینجا مسئله انمون تصمیم حکومت روسیه را درباره کم کردن واحدهای کاری عاید انمون بخش‌های گوناگون در ساحه مهاجرت مخصوصاً که تعلق دارد به مهاجران مهنتی. خب کریم جان یوروف، ما در بخش خبری خود نیز یک خبر پخش کرده بودیم، چنانه که بعضاً روزنامه‌های روسی نیز این خبر را نشر کرده بودند. گفته می شود که حکومت روسیه سمت‌های مختلف اقتصادی را برای دستیابی مهاجران مهنتی به کار محدود می‌کند. یعنی که با تصمیم حکومت روسیه فعالیت مهاجران در سال 2020 در بخش‌های سودا، نقلیات، کشاورزی و ساختمان در روسیه کم می‌کنند. یعنی که واحدهای مخصوص معین ماندگی هستند که از همون شماره نه زیادتر باید که مهاجران کار کنند. دویدی همین مسئله می‌خواستم کمی روشنی دهید، کمی ساده‌تر کرده فهمانید که شنوندگان عزیز ما فهمند و باید چیکار کنند در سال 2020. اصلا چنین است که موافق قانونگذاری هر یک ولایت میتواند که قانونهای مختلف خود را نسبت مهاجران قبول کند، از آن جمله محدود کردن در ساختمان یا که در دیگر ساحه‌های معین. چون که ما میدونیم این محدودیت ها علاقه از سال 2014 هم سر شده بودند و آنچه که حاضر در روزنامه روسیسکی گازیت نوشته شده است گفتنی هستند که پیش از همه روزنامه‌نگاران باید که اول به سرچشمه‌های همین قانونگذاری یک نگاه می‌کردن و اگر که می‌دیدن این قانون‌ها علاقه بر وقت قبول کرده شدن، از اون جمله آنها نوشتن که در داروخانه یا که در سودای یکلوخ یا بازارها منع می‌کنن. این از همون وقتی که اجازتنامه کاری رزش نربود بود از همون وقت منع بود. از همون وقت شروع شد. بله من بود تنها 15% اجازتنامه بود برای همون موافقه همون رزش نربود یا که همون اجازتنامه کاری با زبان تاجیکی در ساحه سودا. این هم باشد همون سوداگرانی که با متخصص هستند یا که پردویس کنسولتان میگویند یا که حاضر
дар мағозаҳо коргар мегиранд ба ҳайси фурӯшанда ва гуфтанӣ ҳастам ки мувофиқи қонунгузории онҳо агар хато накунам агар бояд ки онҳо ин корхонаҳои воҳиде мебуданд ки шакли калоне доранд ки як квадратураи калон доранд ё ки хусусан омада буд ки дар он ҷо худи ҳамин мағоза сохташ аз ҳамон сутуне бошад ки бо қувват яъне ки аз ҳамон хишти ё ки чӣ бошад на он ки оҳанӣ ин киоскҳои майдае ки мо мебинем ларёк на аз инҳо дар ин ларёкҳо инҳо манъ ҳастанд ин аз ҳамон рӯзи азал манъ карда шуда буд дар сатҳи аз ҳама бисёр муҳоҷирони иҷозатномаашон дар сатҳи сохтмон буд ки аз 80% 82%-ро ташкил мекард умум иҷозати кори буд чунки қувваи асосия аст чунки мардуми маҳаллӣ кам кор мекунанд дар соҳаи мухталиф гӯем ки дар соҳаи варзиш чунин аст ки чуноне ки мо медонем ҳатто чунки онҳоро легионер мегӯянд дар варзиш дар онҳо маҳдудият ҳаст иҷозатномаи корӣ мегиранд маҳдудият аст бо он ки дар як бозӣ мисол ки аз 5 нафар зиёд иҷозати ба майдон баромадан надоранд дар худи Русия вале дар қонунҳои дар бозиҳои байналмилалӣ онҳо метавонанд ки 11 нафарро ҳамаи ин тимро командаро ба майдон бароранд маҳдудият нест дар соҳаи маҳдудият ки дар дигар боз маҳдудиятҳое ки мехоҳанд чунин маҳдудиятҳо бисёранд пешсафи инҳо аз ҳама пешсаф вилояти Новосибирск аст баъд аз ин вақту воқеаҳое ки Якутия шуданд дар онҷо маҳдудиятҳо бисёр шуданд аслан ҳатто то дараҷае расид ки ҳатто дар кӯдакхона дар мактаб ҳатти ҳақиқорӣ ё ки кушодани як ҷамъияти тоҷикон ки аз рӯи қонунгарӣ иҷозат дода шудааст ӯро маҳдуд карданд ки ин бар қонуни сарқонуни Русия мухолифат дорад сарқонуни Русия иҷозат додааст ки дар ҷое ки зиндагӣ кунанд кору фаъолият кунанд муҳоҷире ки агар ки аз ин розӣ набошад метавонад ки ба додгоҳ муроҷиат кунад бо тарзи расмӣ ва баҳсро барад чунки дар худи сарқонун ва дар дигар қонунҳои федералӣ ин иҷозат ҳаст манъкунӣ нест хусусан дар бораи он ки бахше ки мисол як ҷамъияте ки тоҷикон дар як шаҳри бузург зиндагии калон бисёр кунанду ба онҳо иҷозат дода нашавад ки онҳо як ҷамъияте кушоянд. хуб дар ин ҷо як занг аст 7801 занг мезанад. алло салому алайкум. алайкум салом, шуморо гӯш мекунем. пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумост. марҳамат мо шуморо гӯш мекунем. интихобот мешавад президентӣ. хуб ана мида мисол муҳоҷиро мисол например 1 миллион да муҳоҷир ҳастанд мо ҳуқуқ дора ки мо набошем мо наста гузашта ё не мо афта бинамо бо иштирок. хуб мо саволи шуморо фаҳмидем рабт дорад ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон лекин ба ҳар ҳол мо дар ин ҷо ҷавоб метиҳем ба саволи шумо мунтазир бошед ва марҳамат ҷавобро гӯш кунед. мувофиқи қонунгузории Тоҷикистон новобаста аз он ки чанд нафар иштирок мекунад қонунгузорӣ баргузор ҳисоб карда мешавад агар ки дар сатҳи қонунгузории Тоҷикистон як миқдори муайяне нишон додааст мисол ки 20% бошад ё ки 25% бошад аз ҳамон чанд нафаре ки омадан овоз додан аз ҳамон фоизи авваё фоизи умумиро ҳисоб мекунанд худи интихоботро баргузор гардида ҳисоб мекунанд чунки новобаста аз худи аҳолӣ метавонад ки тамоман ба интихобот наравад ҳолон ки ҳатто агар дар ҳудуди Тоҷикистон ҳам бошанд на ин ки дар Русия ҳатман нуқтаҳои интихоботӣ кушода мешаванд шояд ки дар сафоратхонаҳо дар консулгариҳо шояд ки дар шаҳрҳои калонтар ҳам кушоянд ва пеш ҳам ин корҳо буданд ва муҳоҷирон метавонанд ки омада овоз диҳанд озод ин шахсан даъват карда намешавад ба ҳар ҳол аз тариқи радио аз тариқи телевизион ё ки бо воситаи ҷамъиятҳо ё ки бо воситаи газета ҳатман мегӯянд ки марҳамат биед овоз диҳед ва касе ки мехоҳад метавонад омада ба номзад дилхоҳ ё ки ба ҳизби дилхоҳаш овоз диҳад дар ин ҷо ягон маҳдудиятҳо нест. бале шунавандагони азиз қонунгузории интихоботии ҷумҳурии Тоҷикистон зинро иҷоза додааст ҳар нафаре ки хоҳишаш бошад дар интихоботҳои парлумонӣ дар интихоботҳои президентӣ метавонад ки ширкат кунад ва ба номзади арзандаи хеш раъи худро диҳад. ин ҳуқуқи
конституционӣ аст ва барои дар интихобот ширкат кардани шумо махсусан нафароне ки дар Русия қарор доранд, шумо дар рӯзи баргузории интихобот дар соати муайян гардида метавонед ки ба сафоратхона ба консулгариҳои Тоҷикистон ташриф биёред бо ҳатман ки бо шиносномаи худ ва рафта овози худро, раъи худро ба номзади арзандаи хеш бидиҳед. ин ҳуқуқи конституционии шумост, инро ҳеҷ кас маънам накардааст. дар оянда низ дар гузашта низ ин ҳолатҳо буданд, чӣ гӯям, ҳамон участкаҳои интихоботӣ дар назди сафоратхонаҳо, консулгариҳои Тоҷикистон фаъолият доштанд. ҳатто ман низ ёд дорам ки дар курси дуюми таҳсил мекардам дар академия, мо низ рафта будем ба консулгарӣ раъи худро дар интихоботи парлумонӣ дода будем. бале чунин ҷойҳо кушода мешаванд. ман мефаҳмам муҳоҷирон мақсад ин аст ки хеле ҷойҳои кам кушода мешаванд ки ҳамаи муҳоҷирон овоз дода наметавонанд. мақсади аслии ин бародар дар ин буд ки 1 миллион муҳоҷир дар ин ҷо худи ҳозир мумкин ки 5000 ё ки 10000 овоз диҳад ки ин инкос намекунад хости ҳамаи муҳоҷирон 1 миллион муҳоҷирро ки мақсади инҳоро инкос намекунад ки онҳо ба кӣ мехостанд овоз диҳанд ё ки овоз надиҳанд. мақсади اصلی این بود چون که من فهمیدم. شاید که امسال نقطه های آوازدهی خیلی زیاد کرده شوند و این هم باز از آن میبرد که در وقتی آوازدهی چند صد هزار تاجیکستانی در روسیه موافق امور پیشنهاد میکنن. تا چی درجه درست بودن این امور علاقه یا نکنین یگان کس نمیدوند. وابسته از این آنها میتوانند که حتی در شهرهایی که کنسولگری و خودی مثل سفارت نیست نقطه ها را کشویند. خب بیایید سر میزنیم در مسئله حقوق مهاجران در روسیه، چون سوال ها بیشتر در این بخش هستند. من فکر میکنم جواب کافی گردانیدیم، یعنی که فهمیدند که باید در انتخابات چگونه رفت و چگونه شرکت کرد. خب مسئله در اینجا هست، سوال ها هستند، مسئله گذاری کردند، سوال ها رو پیشنهاد کردند. رستم مظفرов نویسنده است. خب این سوال رو بعدتر میخوام پیشنهاد کنم. در одноклассники Салим نویسنده است вид на жительство گرفتیم. بعد چند وقت پاسپورت سرخ روسی گرفته میتوانیم در کدام اساسا؟ یعنی که вид на жительство رو دسترس کرده است، میخواهد که چند وقت بعد که پاسپورت همون شناسنامه اساسی روسیه رو دسترس کند. موافق قانونگذاری پیش بعد گرفتن خود همین вид на жительство حق اقامت دائمی 5 سال مقرر کرده شده بود. بعد 5 سال میشد مراجعت کردن، ولی متاسفانه خدمات مهاجرت روسیه بسیار باز طلب‌های میکنن که اصلا در قانون هم نآمده است و وقتی که برای گپ در سر اون است که بسیاری مردم ما با آنکه کارگزاران خدمات مهاجرت میگویند که نه به این و به این اجازت نیست، آنها برگشته میرن و خطی مراجعت نمیکنن. من مطمئن هستم که اگر که حدود 5 سال گذشت حتما حجت‌های خود رو پیشنهاد کنید خطی و جوابی، اگر که جوابی رد دادنی باشن خطی جواب رو گیرید و با دادگاه مراجعت کنید. چون که پیش از همه خدمات مهاجرت روسیه برای گرفتن شهروندی چون این حالت‌ها رو در وقت داشتن حق اقامت دائمی چون این حالت‌ها رو می‌فرماید که یکی از اینها داشتن زن روس وقتی که زکس خطی نیکو دارید بعد 3 سال امکانیت دارید که این رو گیرید. نو واسه اون زمان که حق نیکو اکتی نیکو شما همین یعنی که در شهروند روسیه بله در کجای باشد فرق نیست، چند سال هم گذشته بود، مهم که 3 سال زیاد گذشته باشد. این یک. دوم که آنها میگن که یکی از خویشاوندان یعنی که پدر و مادر یا که نزدیک پدر و مادر در اینجا تولد شده باشند، در روسیه تولد شده باشند در وقتی RFSSR وقتی که SSR بود. با پریموی وسخدیشی میگویند روسا یا که کودکان. اگر فرض کردیم که پدر و مادر یا اینکه شخصان نزدیکشون در زمان اتحاد شوروی به دنیا آمده باشند، لیکن در تاجیکستان اون زمان یک اتحاد بود، اتحاد در تاجیکستان در روسیه نه، فقط در خودی RFSSR میگفته روسیه شوروی. بله. یا که کودک داشته باشد کودکان. حتی از اکنون از روی حاضر اجازه داده شده است که اکنون با کسی که اگر فرزند داشته باشد یا که پدر و مادر شهروند باشند اکنون نو واسطه از این اونها میتونن که روی روز همون حق اقامتی
доимиро видро гиранд РВП-ро бе РВП ҳаққи ин гиранд. барои ин ҳатман агар ки 5 сол гузашта бошад шумо метавонед ки ба ҳамон хадамоти муҳоҷирате ки дар куҷое зиндагӣ мекунед муроҷиат кунед. ва гуфтам ки боз роҳҳое ки ин донистани забони русӣ насити русскую языка. ин ҳам як амон худ як имтиҳон мекунанд 3 нафар ё 5 нафар имтиҳон гиранда мешавад, хусусан аз донишгоҳи забонҳо, кормандони хадамоти махсус ФСБ ва кормандони хадамоти муҳоҷират ки аз муҳоҷирон имтиҳон мегиранд. дар инҷо занг аст, мешунавем як ҷо. алло, салому алайкум. акаҷон ҳамун барои интихобот савол буд, ҳам аз фаҳмо ва ҳам аз заҳмат ба илмитон ба фаҳмиштон. ана чиза нафаҳмидам ки ана акамо гуфт ки мисол сар дан шаҳр нест, мисол муҳоҷир 20% боша ҳам 20% ҳисоб мекунад. чӣ хел ин мисол бояд чанд касе боса ҳам махсус мешавад феълан? خب یک لحظه من انتخابات یک معین حجم دارد که اگر که مثال گیریم که از اهالی تاجیکستان 20% همان آواز دهد یا که 25% یک مقدار معین است، از همون حساب آواز دهندگان غالب را معین میکنند. یک چیز است که این رو قانون جمهوری تاجیکستان درباره برگزاری انتخابات و رای‌پرسی یک مقدار معین مونده است. ما 20% این کس 20% تخمینی گفتن، مثال آوردند که یعنی که در قانونگذاری یک معیار معین مقرر گردیده است که اگر فرض کردیم، من مثال میارم که اگر 50% اهالی تاجیکستان در انتخابات شرکت کرد، انتخابات برگزار شده اعلان میگردد. بله. یعنی اگر از 50% کم شرکت کرد، انتخابات برگزار ناگذاشته اعلان می شود. من نمیدونم چند درصد در اونجا هست. اونجا باید قانون جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات و رای‌پرسی رو کشاد و خواند که چند درصد مردم باید شرکت کنند که انتخابات گذاشته شده اعلان کرده می شود. انمون یک حصه معین دارد، درستی من اون رو نمیدونم چند درصد است که انمون معیار مقرر گردیده در قانون جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات و رای‌پرسی نوشته شده است. انا انتخابات راست انا کجا بردمی با گفتی شما با مینش با فکرش شما امی بعد انتخابات امی که کمک اهمیت میتونه که هم نگذارم پاترش همون چی رو در نظر دارید؟ مثال چند کس چی آواز میتونه گرفت امی که کلیس داره نگاه میکنه 50% بوده است. 50% بوده است. 50% تخمینی که ما گفتیم، اما کریم جانیاروف گفته ایستاده است که نه کم از 50% مردم اگر شرکت کنند در انتخابات برگزار شده اعلان میگردد. لیکن شما یک چیز رو در خاطر گیرید که از انمون 9 میلیون اهالی تاجیکستان 50% درصد اون نه، 50% که به سین حد آوازدهی رسیدند، حق آوازدهی دارند. در اینجا هستند که نفرانی که از حق آوازدهی محروم هستند طبق قانونگذاری، نفرانی هستند که مثال سن سالشان به نابالغ هستند، به 18 نرسیدند. مثال نفرانی هستند که سن سالشان از 18 بالا است لیکن حقی چی گویم آواز دادن رو ندارند. این کاتگوری که کی آواز میدهد کی نه، این رو باز قانونگذاری معین میکند. اکجان یک بخشی سوال دیگه، انا مو وقت تو با وقت خدمت حربی تو مرافی همه فرمان جناب ولی کسی خدمت میکنه مقصد استفاده میکنه اون دیگه قدم میشود. مثال ما با اون خطیب اکام در خدمت ما هم رفتیم مثال نفهمیدم من یک گروه بودم 20 نفر زیاد آیت دیگه رفتیم بعد دو سال اومدیم هیچ چیزا مثل مثال یک سوال داشتم من با این برادر، اونها گفتند یا که اگه حجت دادن؟ نه گفتن بسیار چیز میگن از نوع جناب عالی رم یا از نوع کسی رم باشه بسیار چیزا میگن. گپ در سر این است که موافق قانونگذاری کلمه گفتن این با دادگاه هم پیشنهاد کردن نمیتونی بیان. اگر که اگه حجت میدادن که ما کمیته اجرایی فلان ناحیه عهدهدار میشویم برای وضعی که شما در صف قشونهای تاجیکستان خدمت میکنید و ما عهدهداری رو به گردن میگیریم که با شما بعد خدمت 6 سوتیق زمین یا که 10 سوتیق زمین میتیم، بله اون وقت شما میتوانید که با دادگاه یا با یگان مراجعه کنید. من یک چیز رو پرسم ممکن است اگر مخفی نباشد؟ شما استقامت کننده کدام ناحیه هستید در تاجیکستان؟ یعنی که در کدام ناحیه زندگی میکنید؟ ناحیه همدانی. ناحیه میر سعید علی همدانی. شما میتوانید که شخص مجردید یا اینکه اویله دار؟ اویله دار. شخص اویله دار صاحب فرزند هستید؟
фарзанд надоред дар ҳоли ҳозир. хоб дар хонаи алоҳида зиндагӣ мекардагӣ доред ё ки дар хонаи падару модар зиндагӣ мекунед? хоб шумо ҳамчун як шаҳрванде ки як нафаре ки агар дар ҳақиқат ба қитъаи замини назди ҳавлигӣ чӣ мегӯянд ниёзманд бошед, метавонед ба анамон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, агар сода карда фаҳмонам, ба ҳукумати ноҳия ба номи раиси ноҳия ариза менависед. Агар хато накунам, Одиназода аст айни ҳол раиси ноҳиятон, собиқ муовини вазири маориф. Як ариза менависед, ҳамчун як шаҳрванд аризатонро пешниҳод мекунед, раиси ноҳия мебинанд, нафарони масъул ҳастанд, аризаи шуморо мегиранд ва онҷо навбат ҳаст. Як чиз аст ки дар навбат мемонанд ва ҳар вақт шумо метавонед ки як моҳ баъд, ду моҳ баъд рафта бибинед ки навбати шумо чанд нафар пеш омода истодааст. онҷо мисол шуморо дар навбат мемонанд. Ман мисол мегӯям. Мисол шумо рӯзе ки ариза додед, шумо навбати 50-ум ҳастед. Як моҳ баъд, ду моҳ баъд меравед, мебинед ки оҳиста навбати шумо пеш омода истодааст ва навбататон ки расид, аз рӯи меъёри муқаррар гардида ба шумо қитъаи замини назди ҳавлигӣ дар ҳаҷми 6 сотих дода мешавад, не аз он зиёд. ин тибқи меъёри қонунгузорист. Фақат шумо бояд хаттӣ муроҷиат кунед. Бале, ана игар дуруст. Ана ман мерам мисалан, як папере мега на, як папере мега бародар, то кадом андоза онҳо иҷро мекунанд намекунанд, инро мо наметавонем ҷавоб гуфт, лекин ба ҳар ҳол аз ҷиҳати қонун ман ба шумо гуфта истодаем ки фақат шумо муроҷиати хаттӣ кунед. خب یک لحظه من یک سوال دیگر میدیم. شما عریضه نوشتید برای گرفتن قطعه زمین نزد حولگی؟ نه ما راست نه نوشته باشید. شما را از کجا زمین دیدند؟ از کجا زمین نزد حولگی دیدند؟ برادر، در قانونگذاری یک چیزی نقض است. راستی منم به هر حال این حال که حقوقشناس خواندگیم، لیکن این حال که ژورنالیست کار میکنم منم حقوقشناس خواندگیم. ما را یک چیز آموخته بودن در دوره کورسانت بودنمون. گفتگی بودن که استادان که شنیدم میگویند گفتن در قانونگذاری گپ گفتنی نیست. یعنی که فلانی گفت، فلانی میگه، شنیدم ای دهنی فلانی، این خیلی فکت گفتنی نیست. شما باید اصلا خودتون مراجعت میکردین در خطی با همون مقامات اجرایی حکومت دولتی نویای میر سعید الحمدانی. من امیدوار بودم که شما علاقه قطعه زمینی نزد حولگی رو میگرفتید، لیکن شما مراجعت نکردید حتی و تخمین آورده ایستادید اینجا. خوب میشد که اول شما مراجعت میکردید به حکومت ناحیه‌تان. خب برادر عزیز، به همین خاطر اول شما مراجعت کنید، بعد که چی میشود بعد میتوانید که گپ زنید. بعد میتوانید برای دیوزودی مراجعت کنید. بله. برای زنگتون تشکر. اگر سوال دیگری نباشد خب صحبت رو قطع میکنیم. سلامت باشید. خب عزیزان دل، ادامه برنامه حقوق شماست. خاطر رسان میکنم که اینجا ما سوال ها رو مطرح میکنیم باید حقوق مهاجران مهنتی در حدود فدراسیون روسیه و بیرون از تاجیکستان در دیگر دولت ها. من حقوق مهاجران رو بیشتر چون مهاجران مهنتی ما در روسیه قرار دارن، ما سوال ها رو بیشتر سر همین مسئله هایی که حقوقی که در روسیه هستند شهروندان ما بیشتر سوال ها سر همین مسئله ها میآید. خب عزیزان، ساعت در مسکو 18:55 است. امروز 10 январи соли 2020 است و حقوق شناس ساحه مهاجرت در اینجا کریمجان یاروف حضور دارند و به سوالهای شما جوابهای مشخص مستقیما گردانیده ایستادند. اگر نفری میخواهد سوالی دارد، مرحمت تلفن های ما در استودیو فعال است 8965 151 04 10 8967 111 56 46. خب من یک چیز رو میخواهم پرسان شوم کریمجان یاروف. در سال 2020 چی نویگری ها در ساحه قانونگذاری روسیه مهاجران رو انتظار است؟ مشکلی ها یا اینکه آسانی ها هست؟ یگان چیزی مشخص عین حال؟ عین حال همون قانون هایی که آخری سال گذشته ماه نوامبر قبول کردن، عین حال همون قانونگذاری است. چی سبکی ها دارد؟ سبکی ها شد که باز هم میگویم که اون نفرانی که پدر و مادر یا که فرزند دارن علاقه میتونن که همون اجازت نامه دائمی یعنی که وید نجید سورو بگذاشتن اجازت نامه موقتی که یعنی RVP گیرن. این یک
پیشروی شد. پیشروی اساسی این است، در دیگر سمت ها پیشروی نیست. خیلی که ما میدونیم محدودیت ها رو زیاد کردن. از یک طرف گفتی روزها ایپریانی که کنوت و میکنن، اینو از یک طرف آسان میکنن، از یک طرف ما اصلا این کانسپت نوی میگراسیونی اصلا برای روس زبان هاست. این وقت ما اون رو خیلی خوب خوندیم، توصیه خود رو هم داده بودیم، متاسفانه توصیه ما رو قبول نکردن، چون که این اصلا برای روس زبان ها کرده شده است، عموما برای اهالی دنباس و لوگانسک اصلا. اکنون بیاید ببینید که ما پیشنهاد دیگری کرده ایم، حالا سر اون مسئله یکون جوابی نآمده است، این که از بین بردن خود یمی رجیستراسیا یا که در صورت داشتن پاتنت و اجازه‌نامه کاری، یعنی اجازه دادن در کدام خانه‌ای که موافق زندگی کردن، یا که بیکار کردن خودی همون در مهلت دراز کردن خودی هم رجیستراسیون، یعنی که همون وقتی که پاتنت دارن بر باز پردلینی گفتنی گپ است، همون رو بیکار کنند. وقتی که شهروند پولی پاتنت اجازه‌نامه کاری رو میسپرد اون رو بیکار کنند. بحث‌ها خیلی زیاد بودن، مخالفان خیلی زیاد بودن، چون که ما میدونیم که میلیاردها روبل فایده میبرد این رجیستراسیون، هرچند که اون بی پول است از روی قانونگذاری، ما خوب میدونیم و باوری به اون داریم که شاید که یکی از این پیشنهادهای ما گذارد و برای مهاجران خیلی خوب میشود، یا از بین بردن رجیستراسیون یا که خودی همون پردلینیش، یا که عموما اجازه دادن همون به ساختار پیشینه گشتن، یعنی که همون در فرم‌های یوریدیکی اجازه دادن همون رجیستراسیون، یا که حتی اجازه ندادن، هرچند که ما مخالف این شرکت ها هستیم، ولی به هر حال شاید که اگر که در صورت داشتن پاتنت اجازه دیدن که در کدام مقامی که خواهند، از همه چیز اساسی رو فراموش کردن. ما پیشنهاد اولینمون باز این بود که به مهاجران اجازه داده شود که با طرز الکترونی، یعنی که این طریق اینترنت یا خود رفته ثبت نام کنن به صاحب خانه ثبت نام کنن که ما حاضر آموزش هست. مخالفا بسیار هستند، لیکن یک 70% علاقه طرفدارا پیدا شدن در سطح حکومت که این یکی از اینها قبول کرده شود، لیکن تو چی درجه قبول کرده میشد وقت معین میکنن. خب دوستان عزیز، شنیدید کدام مسئله هاست در سال 2019 چگونه سبکی هاست و حالت های وزنین کننده آید انمون کار و اقامت مهاجران. فکر میکنم انمون محدودیت ها در تامین واحد های کاری است. من آنجا نظر کردم در بخش نقلیات نیز مسافرکشانی هم هست، لیکن پیش از این نیز چندین گزارش ما نشر کرده بودیم. خب مثلا فرض کردیم منطقه خبرسکرو، خب منطقه ولایت چلیابینسک رو نیز من میدونم که خبرش رو نیز ما پخش کرده بودیم چند وقت. از 1 ینوار سال 2020 حق مسافرکشانی در نقلیات جمعیتی شهری برای مهاجران هرچند که پاتنت نیز دارند محدود کرده شد. بله، شهر چلیابینسک علاقه 2 سال شد محدود کرده است. قبول کرده است. بله محدودیت هست، اصلا که قانونا نبود، این محدودیت بود. گفتنی هستم که قریب 80% این مسافرکشا همه شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان مهاجران مهنتی هستند. عموما در تمام شهرهای کلان چنین است، حتی در مسکو قسم زیادی تاکسیران ها هم از این است. علاقه قانونگذاری نوی که قبول میکنن، علاقه جوابگری، نه تنها جوابگر اکنون خودی مهاجران میشوند، در صورت قانون وضع کنی مهاجران خودی شرکتی که با آنها این کار میدید زکات، یعنی که شرکت کاردهنده از آن جمله یاندکس جوابگر کرده میشود، چون که پیش اونها جوابگری نداشتند. چی قانون ویران کنی میشید همش در سر مهاجر بود. علاقه این 50 در 50 میشود جوابگری و موافق قانونگری گیریم. اگر در خود روسیه، در خود شهر مسکو 99% تاکسیران ها رو می توانند که قانونا اخراج کنند، چون که آنها شرطنامه کاری ندارند. خود همون ماشینشون لیسنس یا اجازه‌نامه کاری دارد، ولی خود کارفرما یعنی که یاندکس که از اینها فایده میبیند باید که با اینها شرطنامه بندد. هرچند که من میدونم که یاندکس با یک شرکت خصوصی شرطنامه میبندد و شرکت خصوصی با شهروند تاجیکستان، خودی همین شهروند تاجیکستان با شرکت خصوصی باید که خودی همون شرطنامه دوگور داشته باشد. متاسفانه 99% شهروندان ما که در تاکسیران هستند
онҳо ронанда ҳастанд, онҳо ин ҳуҷҷатро, ин шартномаро надоранд. вақте ки ба онҳо савол метиҳанд, онҳо мегӯянд ки ман литсензия дорам. доштани литсензия ин маънои онро надорад ки ин ронанда дар Русия ҳуқуқӣ кор мекунад ё ки ширкатҳои боркашон. шартнома бо худи мустақиман бо ширкати корфармо Яндекс бошад. агар ки аз тарафи Яндекс кор кунанд, ҳастанд ки Яндекс таксиҳои худро медиҳад, мошинҳои худро, бале. агар ки ширкати Яндекс бо дигар ширкат шартнома дошта бошад, бале, ҳамон ширкате ки бо Яндекс шартнома дорад бояд бо шаҳрванди Тоҷикистони, Ӯзбекистони, Қирғизистон шартнома бандад ҳатман. ва ҳатто гуфтанӣ ҳастам ки агар ки боз ҳам мегӯям ки зиёда аз 42 ё 40 ҳозир каме зиёд шудааст, 44-45 ҳазор сум шаҳрванди Тоҷикистон зиёд кор кунад, бояд аз он андози ҷидогона спорад, новобаста аз он ки патент дорад. خب ببینید من میدونم نفرانی رو که خب هموطنانی رو که در روسیه در مخصوصا در همین شهر مسکو با نام کمپانی یاندکس میگفتگی شما تاکسیرانی کار میکنند، لیکن از کمپانی هایی که دیگر هستند و میانرا و هم گویم خطا میکنیم، کمپانی هایی که دیگر هستند کار میدهند لیکن اونها مستقیما با یاندکس شرطنامه دارند. نفرانی که راننده تاکسی شده کار میکنند شهروندان تاجیکستان مثال با نه با کمپانی یاندکس، یعنی که با این کمپانی که کار داده است با آنها ماشین رو اجاره داده است شرطنامه بسته است، با اینها شرطنامه کاری دارند، مستقیما با یاندکس ندارد. الکی اینجا قانونگذاری ویران شد؟ نه، اگر که با اون شرکتی که شرطنامه دارند و شرکت با یاندکس شرطنامه دارد قانونگذاری ویران نمی شود. و باز هم میگویم که در صورتی که اگر که از همون مبلغ 45,000 گفتگی من تخمینی زیاد باشد، حتما باید که همون اگر از 6 ماه کمتر کار کنه 30% باید انداز پرد، اگر که زیادتر 13% یا که از خود شهروند میتید یا که همون شرکت کارفرما. خب در اینجا یک سوال دیگر است. عبدالحمید نویسنده است فرزندم را در ایرپورت دمدیدوف هنگام بازگشت به تاجیکستان به دستش کارمندان سرحد آگاهینامه سپردند که در آن گفته شده است که مهلت 1 سال ویزد منع است، ورودش به روسیه منع است. من خودم شهروند روسیه را دارم، علاجی هست که ورود پسرم را کشم و به نزدم بیاید و باید به کجا مراجعه کنم؟ گپ بر سر این است که می شود و ممکن است که الکی 2 سال پیش هم محکم کرده باشند، 3 سال 1 سال دیگرش مونده باشد. بله، خود یک فکر کنید که می تواند به خدمات مهاجرت همون کجایی که محکم کرده است، نه اون که در کجایی که حق اقامت دارد این برادر، در کجایی که محکم کرده. مثال که شاید حق اقامت این برادر در اولیانوس باشد، در نوسیبیرسک باشد، ولی راه پسرش رو در مسکو بستند. او باید که به خدمات مهاجرت مسکو مراجعت کند اگر که مسکو باشد. گفتنی هستم که مسکو در 1 ماه 2 دفعه قبول میکنند، 3 ساعتی 2 دفعه، روزهای پنجشنبه 1 ماه هفته اول، پنجشنبه 3 هفته. این هم از ساعت 2 تا ساعت 5 بگو. برای این اومده 1 روز پیش ساعت 2 3 روز خود رو در همون یک حجت گذاری کردن که یک سپیسکا میگوین و بعد از این روی خط بعد این باز 3 4 ساعت بعد باز اومده دیدن در کار که این روی خط رو ندارونده باشند، چون که چون این کارها بسیار میشوند و باز سحر بر وقت اومدن در کار از ساعت 8 و 9 سحر تا همون ساعت 2 روزه تا 14 باید که اونجا باشی و بعد وقتی که در آمدن از روی همون روی خط در آمدن گیرن. و گفتنی هستم که 90% خدمات مهاجرت اجازت نمیتید. وقتی که مراجعت میکنید رسما، اونها رسما نمیگوین یا که میگوین که به دادگاه مراجعت کن. دادگاه در یک 90% میکشاید. خدمات مهاجرت در صورت میکشاید که اگر خودی پدر این نفر پیرانسال باشد، نفقه گیر باشد و به دستیار احتیاج داشته باشد یا کسل باشد، بله در این صورت میدهد. اگر که نه در دیگر صورت ها میگن که به دادگاه مراجعت کنید. خب یک سوال دیگر 74 اومده است، نویسنده است که اگر استودنت باشم میتوانم تستر RVP گیرم و مهلت گرفتن RVP چقدر است؟ مهلت گرفتن RVP 2 ماه است. دانشجو متاسفانه باید که در اساس کوتای عمومی سپارد، یگان برتری ندارد. اگر که این نفر دانشگاه رو تمام میکرد
тамом мекард дар он вақт метавонед ки бе квота худи ҳамон иҷозаноми муваққатӣ яъне РВП-ро гирад. خب فرض کردیم یک نفر دانشگاه رو در روسیه نه بس از منطقهش دانشگاهی مثال یعنی که ویش ابرزدن معلومات عالی پره رو گرفت میتواند که مراجعت کند و صاحب RVP گردد. بله به کوتا اجازت نامه موقتی 3 ساله داده میشه. بله در مهلت دوم. خب در آنجا چی گویم یگان انمون چیز میگن طلبات های مخصوص هست. طلبات ها باز از همون رگیون میبرد از محل میبرد جایی که هست که 1 سال اجازت علاقه حق کار کردن در روسیه کار کرده است میپرسند. بهش 3 سال بود حاضر 1 سال میپرسند. رفت اون دانشجو که ختم کرده باشد امسال اون چگونه 1 سال کار میکند و بعد باز میگن که وابسته از محل است. در مسکو این حتمی است. خب سوال دیگر میگذاریم. زبانیسا در ایمان نویسنده است برای مهاجرین اوید گرفتن کوتا امسال یگان سبکی ها هست گفته است. یگان سبکی نیست متاسفانه حتی کوتا رو کم کردن. حتی شمارش رو کم کردن و گفتنی هستم که به هر حال سپورت از مردم بسیاری سال گذاشتم از اون جمله منم اونقدر باور نداشتم که قسم زیادی شهروندان تاجیکستان در خودی مسکو صاحب کوتا میشوند که باز موافق دیدیم چنونه که دیدیم در سوم جا بودن در گرفتن کوتا در بین همه دولت ها. این باری اول رخ داد. بله این باری اول رخ داد. خب به سوال دیگر میگذاریم. سعید در ایمان نویسنده است من سال 89 انیورسیته دولتی رو در زمان SSR ختم کردم. معلم زبان روسی میباشم. میتوانم کوتا تستر دریافت کنم؟ بله میتوانم. کدام اساساتی؟ این ختم کننده مکتب باز گفتم که اون نفرانی که تولد شدن یا که مکتب‌های عالی رو در زمان شوروی در روسیه تمام کردن میتوانند. این نفر راستی معاینه کرده است. این نفر حتی میتواند که به اجازتنامه کاری کار کند. اگر که در دانشگاه یا که در مکتب درس گوید همون یک شرطنامه از مکتب در کار است تمام با اون. شاید این نفر سال 89 انیورسیته دولتی رو در تاجیکستان در نظر داشته است. در تاجیکستان نه. تنها در روسیه باید ختم در روسیه. لیکن اگر که در اینجا ختم کرده باشد و اگر که شهروندی گرفتنی نباشد و برای کار گوید میتواند که با مکتب یا که یگان دانشگاه شرطنامه کاری بندد متخصص است و او رو به خودی همون اجازتنامه کاری یعنی با پتن به کار میگیرن. به هر حال یک کمی سبکی ها هست. بله. خب در اینجا یک نفر در یوتیوب نویسنده است دخترک غریب نویسنده است اسمش هم این گونه اشاره شده است. نویسنده است 2 کودک در روسیه تولد کرده باشی پدر و مادر شهروند روسیه نیست کودکو در همین روسیه پاسپورت گرفته میتوانند یا نه؟ نه اونها شهروندان تاجیکستان حساب میشوند. اونها میتونند که بعد 14 سالگی بعد که با 18 عموما در روسیه 14 است در تاجیکستان با بلوغ اونها میتونند که مراجعت کنند برای گرفتن شهروندی. میتوانند علاقه اساس میشن علاقه که از قانونگذاری نه و علاقه برای اونها اساس شده است. یعنی که در اینجا تولد شوند اگر که کلان شوند بعدی با بلوغ رسیدن تو اون که نوبالغ هستن نه یگون در روسیه از سن 14 سالگی علاقه پاسپورت میدن. بله 14 سالگیشون میتوانند مراجعت کنند. تا کدام درجه به آنها میدهند یا نمیدهند این علاقه از خدمات مهاجرت وابسته است. تا 14 سالگی کودک‌ها خدا چه تغییرات دیگر وارد می‌کنند. بله به این خاطر اگر که تولد کردن فرزند در روسیه سبب میشد یا شهروندی میدادند باور دارم که اسمی آسیای میانه در یا که اوکراین یا که مالداویا در اینجا تولد میکردن و وقتی که کودک‌ها که گرفتن پدر و مادر با طرز اتوماتیکی علاقه برای گرفتن شد. بله 9014 نویسنده است من با راه سیاحی اگر روسیه بیایم چقدر گشته میتوانم؟ 90 روز همون یعنی تو 3 ماه بله سیاحی
شخصی تمام اجازتنامه 90 روز است. بعد از این اگر که اجازتنامه کاری نداشته باشد باید که با مهلت 90 روز برآمده رود. آنها میتوانند که 90 روز رو در وقت‌های مختلف استفاده برند. شرط نیست که اینجا 90 روز ماندن. آنها میتوانند که 10 روز استان روند، با 10 روز بعد بیان 3 روز بستان بر روند، با یک ماه بعد بیان. همون که حدود در 6 ماه در 180 روز نه زیاده از 90 روز باشد. شماره عمومی اونها میتونن که در این 6 ماه 1 روزی هم میستن، 3 روزی هم میستن. گپ در اون که از همون 90 روز زیاد نشود. 3 ماه باید که 90 روز باید که حق در 6 ماه بله. خب در این ماه دلیر نویسنده است سراغ، یعنی که مهلت پتنت هم گذشته است، چه خیلی دوامش دیم؟ یعنی که واستنوید کنم گفته است چه خیلی دوامش دیم؟ علاقه بیکار شده است، پتنت نمی شود. پتنت دفع دیگر از سر نو وقتی گرفته می تواند که مهلت پتنت پیشینش اجازتنامه کاریش تمام شود. یعنی که این نفر باید که مهلت اجازتنامه کاریش با آخر رسد؟ بله، بعد می تواند مراجعت کند. لیکن در این مدت اگر که در روسیه استاد قانون رو ویران میکند حتما اخراج کرده می شود، یا که با طرز اتوماتیکی یا از طریق دادگاه. این نفر باید علاقه روسیه رو ترک کند؟ بله. مهلتش علاقه گذاشته است؟ بله. خب سر همین مسئله میخوام کمی صحبت کنیم. مشکلی ها هست همین نفهمایی که کم نازکی های دارد که اگر 1 روز و نیم روز اگر که دیر کردی مثال پتنتت میسوزد. مثال میاریم اگر با از روی قانونگذاری نظر کنیم، از روی فکت و دلیل نظر کنیم، امروز 10 است. اگر 11 نوامبر حساب کنیم، 11 ینور حساب کنیم، از ساعت 12 شب علاقه 11 ینور میدرآید. خب فرض کردیم که من باید که انمون این ماه باید که پولی پتنتم رو سپارم. خب باید که در تاریخ 10 سپارم، لیکن ساعت 12 شب گذشت علاقه 11 شد، سپارم چی می شود؟ بیکار می شود. علاقه بیکار می شود. تو ساعت 12 شب باید بله. ما یک حادثه چنین رخ داده بود که ما میدونیم که در روسیه وقت خیلی فرقیت دارد. بله. کلانی دارد. یک نفر زنگ زد گفت که علاقه گذشته است، نمیدونم چیکار کنم، کار از گذشته است. اونجا گفتن که 6 ساعت فرقیت داشت. گفت که من چیکار کنم، وقتم گذشته است. من با اون کس توصیه دادم از مسکو که علاقه روز دیگر گذشته نبود، ما طریق آنلاین همون پولی پتنتش رو گذراندیم. اون چکش و چک پیچت کرده گرفت، اون علاقه خلاص شد از این کار. این همین فکرم یکی بسرم آمد که همین فرقیت است در ما علاقه ولی اون روزی گفتگی و ندار اومده است و ما طریق آنلاین همون پولش رو گذروندیم. اون کس با کارت بانکی گذروند با ما او رو از کارت خودمون گذروندیم. همون یعنی که وقتش نگذشته با وقت مسکو اون کس علاقه پول رو سپارید. بله. یعنی که فرقیت ندارد. نفری که مثال فرض کردیم که در منطقه خبرسک کار میکند، پتنتش از منطقه خبرسک است، خودش نیز در همونجا زندگی دارد، لیکن مبلغش رو نفر دیگر از مسکو سپارد، مشکلی نیست. برای مهم که مبلغ گذرد، مبلغ در وقت. لیکن متاسفانه این یک چیزی است که ما بسیار مراجعات ها هم کردیم، در مجلس ها هم گفتیم که آخر این تماما نادرست است، چون که مهاجر کاری که ندارد باید که مبلغ سپارد. این با منطق هم درست نمیگیرد، کاری معین ندارد. یکم دوم که آخر شما در شما تمام اجازت است که مبلغ سپارید، در صورتی که در وقتش نسپارید شما همون پنه روسی گفته که یک مبلغ ایلوگی کرده حتما میسپارد. چرا این رو با مهاجران داخل نکرد؟ بگذار نه این ماه نسپارید، ماه دیگر سپارد مبلغ معین، روزش مثال 1% یا که 0.5% یک معین باشد، یا که حداقل اجازه دید که همین ماه ینوری تا آخر ماه ینوری اجازه داشته باشد برای سپاریدن. چون که خود فکر کنید که این پیش پرداخت است، پیش پرداخت حداقل اجازه دیدن که این برادر در ماه ینور که کار ندارد حداقل تا آخر ماه ینور اجازه دید که سپارد. هست کفالت کار نیست. حتی در صورتی که ما بسیار خوب اونها هم بسیار خوب میدونن که شهروندان میبیان مبلغ ندارن، یا که جای کار ماه اول نمیدن، ماه دوم میدن. یا ما پیشنهاد کردیم که حداقل با اونها وقتی که اونها اجازه میسپارن اجازه دید که کار کنن، چون که اونها بغیر از اون که پولی
پاتین پولی شما که تا 20,000 زیاد میرسه، بعضی محل ها هستن 30,000 35,000. شما اجازه دید که اونها یک کاری کنن که برای اونها پولی خوراک در کار، پولی جای خواب در کار یک اجازه دید، یا که باز همون رجیستراسیون همون که در جای محل نیست بیچاره پولی پاتین سپرده است، اونها رو میان باز میدارن اخراج میکنن. و این یگان درستی نیست. اونها میگن که بله این فکرها درست، متاسفانه قانونگذاری چنین است. فکر میکنی که قانونگذاری کسی از دیگه از کیهان یا که از دیگر دولت اومده اینجا جاری کرده باشه؟ خب مهدی نویسنده است در اساس قانونی نو، در اساس شهروندی پدرم با وید نجیتلستو سپاریدیم. بعد گرفتن این وید نجیتلستو به مهلت که به شهروندی سپاریده میتوانم. چرا در اساس این قانونی نو در کنسولگری روسیه در تاجیکستان سرحض یعنی که در شهروندی میدهند و در خود روسیه تنها وید؟ بله متاسفانه چنین است. من با بسیاری مراجعت کرده و میگم که در تاجیکستان مراجعت کنید شهروندی رو درو میگیرید، زودتر میگیرید، دوش کمتر است. در روسیه نوبت زیاد نیست، در نوبت پویی زیاد است، لیکن به هر حال شما از اینکه این اجازتنامه رو برای چی به اصرار کردن یا که به همون این باز به همون که با همین گشتن گیرید، چون که در دولت‌های معاصر، دولت‌های پیشرفته مردم شهروندی رو نمیگیرن، خودی همین اجازتنامه دائمی یعنی وید نجیس و با اون تمام حقوق رو میدهد بغیر از آواز دادن انتخاب شدن و اون یک عمری است و حاجت به گرفتن شهروندی نمیموند. ما خوب میدونیم که شهروندان تاجیکستان شاید که یک 80%ش اون شهروندی رو به خاطر کار یا که به خاطر که پلیس غمنتیت به این خاطر گرفته است به هر حال به تاجیکستان برگشته میروند. قسم کمی است شاید که در این جامونن، خصوصا حتی من میتوانم از تاجیکستان مثال برم که محل های معینی هستند که شاید که نروند یا که روند و ما که از در کوهستان کلا شدیم، اگر که از 100 سال هم گذرد ما باز هم با اون وطنی بابایی رفته میرویم. متاسفانه قانونگذاری اونها چنین است که در اینجا حتی اقامت میگیری. باز هم گفتم که سبب ها باز میگویم که خود عقد نیکو با شهروندی روسیه، دانستن نسیت روس کویزیکا هم سپرده میتواند یا که با گذشت همون 5 سال گفتگی میتواند که مراجعت کند شناسنامه روسی گیرد. خب میگذاریم به سوال دیگر. وقتی جدا گردیدن از آیسته آیسته به انجام میرسد. میخوام زود سوال ها رو مطرح کنیم. یک لحظه من نظر کنم. خب 9921 نویسنده است. خب سوال این کس رو بعدتر میخوام بخونم. یک لحظه. رجب بردی نویسنده است در این ماه که السلام علیکم، من در مسکو در ولایت مسکو کار میکنم، حرکت کرده استم وید نجیتلستو گیرم. همین وید نجیتلستو حقوقش برابر پاسپورت روسیه است یا نه؟ حال به این سوال جواب دادم. خب خوش میکنم کوتاه کنم. بله اول فهمیدن در کل این برادر وید نجیتلستو در نظر دارد یا که RVP؟ چون که اول نجیتلستو گفته است. وید نجیتلستو باز هم اساس در کار که اگر RVP داشته باشد هم باز هم میگویم که تنها انتخاب شدن نمیتواند یا که آواز دادن نمیتواند. این در همون معرکه‌های انتخاباتی دیگر همه حقوقش برابر هستند. دیگر هم حقوقش برابر است. بله یک باز نابرابری دارد که در شهرهایی که ما گفتیم شهرهایی که با مهاجران ممکن است در اومدن در اونجا حق ندارد، تنها با اجازت خدمات مخصوص. بله بالاشخا یک قسمش ژلزدروژنی، یک قسم شولک و یک قسم میتیشی خود شهر ادینسو، یک قسم ادینسو برای مهاجران ورودش ممنوع است. باید اجازتنامه گیریم، هرچند که ما میدونیم که در اونجا هم با قید میمونن، در اونجا هم مهاجران زندگی میکنن. وقتی که ما میگیم چون این یک جواب دارن که همونجا هست، همه کار میکنن 10 سال لیکن یک فکر نمیکنن که وقتی بازداشت کردن دیگر همه با جانشون نمیدارن، حتما اخراج میکنن. نه وابسته از اون که حق اقامتی وید دوری و که RVP دوری همین که شهروندی نداشته باشی حتما اخراج میکنن. خب در اینجا مطلوب بانو سلام زاده SMS پیامک از نام تلفن باوری از نام بانو منیره گفته است. من شهروند تاجیکستان به خاطر شهروند روسیه رو گرفتن با یکی از هموطنان عقد نکاح کردم. RVP و بعدا وید نجیتلستو رو گرفتم. 2 ماه شد. این شخص یعنی شوهر فاکتیونی میخواهد از عکس رو جدا کند.
این جدایی با گرفتن شهروندی من مانع می شود؟ نه یگان مانع نمی شود. حالا میتونه جدا شوید. بله. خب همون فکتش همون که در وقت همون گرفتن همون باید عقد نکاح باشد بعدا دیگه مهم نیست. مهم نیست ولی اگر که تصدیق کنن که این دروغ است الکی بیکار میکنن. فکتی نبود یعنی که دروغ. فکر میکنم نه با این درجه کار میرسد. خب سوال‌های دیگر است میخوام زود بررسی کنیم. احراربک در ایمان نویسنده است من جیانی خردسال دارم در صنف دوم میخواند مادرش روس است از برادر من است من همین کودک رو به تاجیکستان به نزد بیبی بابایش چخل برم مادرش نمیگوید برای تماشا گفته است اجازتنامه میگیرد از مادرش خب میبرد اگر از پدر حتمی نیست شهروند روسیه است تنها از روسیه اینجا برآوردن شاید که اگر که در تاجیکستان مشکلی شاید از پدر هم میتواند گیرد لیکن اصلا اجازتنامه حتمی شرطی از مادرش چون که شهروند روسیه است فقط اگه اجازتنامه بله اگر شهروند تاجیکستان می بود هیچی در کار نبود میتوانست که شهروند روسیه است مادرش روس است گفته است و نویسنده است مادرش مانع نمیشود خب الان اجازتنامه رو از کی میگیره طریق نتاریالی؟ طریق نتاریالی ده بله. خب یک نفر دیگر اسمش همین گونه نوشته شده است بنده الله نویسنده است اکاجان میگن که سال 2020 رجیستراسیون 6 ماه کردن راست است راست نیست هرچند میدونم که طرف تاجیکستان چنین یک درخواست کرده است و من همچون کارمند همین ساحه که حقوقشناس همین ساحه هستم من میگویم که این از احمقی بیش نیست یعنی در بررسی قبول می شود یا نه حالا معلوم نیست من زیدش قبول شدن این می باشم عموما من زید می باشم چه خاصیتی بد دارد خاصیتی بدش این است که این شما خود یک فکر کنید که در ملت شاید که از شهروندان تاجیکستان گویند که این دشمن است یا خوین ملت است لیکن من این رو میگم که اگر در صورتی که چنین یک قانون قبول شود 6 ماه شما خود فکر کنید که در 6 ماه یک نفر شد که در یک جا زندگی نکند موافق قانونگذاری میتونن که اخراج کنن منطقه‌اش رو وقتی که ایواز که کرد اخراج میشود نه منطقه همون خانه از یک خانه به دیگه خانه گذاشتن این یک دوم بیزبی کار این است که شهروندان تاجیکستان من کفیل شده میتوانم که 70% آنها دیگر اجازتنامه کاری نمیکنن یعنی پاتنت نمیکنن چون که از قسم زیاد کار موسمی میبیاد 6 ماه میگردد یک مردم یک عهده دارن اینا توکلش به خدا یا بلاش مینیم اگر که محکم کردن خیگان امنیستیا میشود بو میکشوین مردم و مختاج دیگه خالیه و میکنن من خونه که بسیاری میگن که ما در اینجا نالوگ میسپوریم پاتین میسپوریم او برادر فود یک فکر کنید که شهروندی خیتویی چینی بیاد در تاجیکستان کار کند و یک تین انداز نسپورد گرفته رود شما خودتون چخیل با آنها مناسبت میکنید چخیل آنها رو قبول دارید این قانون اگر قبول شود من کفیلی میدیم که 70% شهروندان تاجیکستان پاتنت نمیکنند و قسم شهروندان تاجیکستان اخراج کرده میشوند خب این دخترک غریب نویسنده است که التماس سوال ما را جواب داد خب خواهر اپای عزیز ما به سوال شما جواب دادیم یعنی که گفتیم که دو کودک شما تا سن 14 رسیدنشان بعد از 14 رسیدنشان میتوانند که شهروندی روسیه رو دریافت کنند اگر خواهششان باشد به سن 18 که رسیدن شهروندی تاجیکستان رو میتوانند گیرند یعنی که در روسیه گرفتن شناسنامه از سن 14 سالگی شروع می شود در تاجیکستان از سن 18 سالگی این هم باز که اگر پدر و مادرشون زید نباشن پدر و مادر زید باشن نمیدین فکر میکنم اگر که شما راضی باشید در سن 14 سالگیتون فرزندانتون میتونند که شهروندی روسیه رو دریافت کنند اگر شما زید باشید آنها نمیتونند چگونه که کریم جانی رو گفتند و در سن 18 سالگی میتونند شهروندی تاجیکستان رو دریافت کنند اگر رفت فرزندانشون 18 ساله شدن در حقیقت به فکرم دیگر روزی که پدر و مادر لازم است نه اگر 18 بله از 14 اجازه در کار است حتی چنین است که قانونگذاری روسیه یک عجایب دارد که اصلا گفته است که اگر که یک بگیریم که یک نفر پدر یا مادر شهروند روسیه باشد برای گرفتن اجازتنامه که پسرشون یا فرزندشون شهروند شوند حتمی طریق نوتاریالی اجازتنامه دوم نفر همسر در کار است ولی از دیگر قسم گیریم در بسیار ناحیه‌ها حتی چنین اجازتنامه هم نمی‌پرسند در صورتی که اگر مادرش روس باشد
чунин иҷозатнома ҳам намепурсанд, ҳатто аз ки падар намепурсанд. Лекин барои ҳам мегӯям ки қонунгузории онҳо бисёр вақт мухолифат мекунад. خب در اینجا یک نفر دیگر نویسنده است رجبردی در وقت سپاریدن وید نجیتلستفا کدام دکمنت ها لازم است گفته است چی حجت ها لازم است برای سپردن این حتما خودی همون پاسپورت همون ترجمهش حجت های تصدیق کننده و باز همون دیپلم داشته باشد یا که اتستات داشته باشد یا که حتما 5 سال جای کاری یا که 3 سال اخیر میپرسن همون 2 NDFL یا که یک مبلغی پولی داشته باشد این چیزها مجموع در کار میشن در مجموع همون حجت هایی که برای RVP سپرده است همون حجت ها یگان چیزی زیادی هم ندارد اصلا. سید محمد بهاودینов میگوید سلام علیکم من به دورینی بودم سروکم بود شد من میتوانم پاسپورت روسیه سپارم برادر گفته است. بله میتواند. اخراج شده بودند. بله. مهلتش به انجام رسیده است. میتواند لیکن باز همون که چخیل درو به شهروندی سپرد یعنی که معنیش شد که همون باز همون اجازه‌نامه موقتی و بله همون گرفتن RVP و همون رو در نظر بله میتواند چون که آنها خوب نظم میدونن که یک بار گرفتن شهروندی بله میتواند لیکن خودی گفتی روزها شانسش کمتر است. به هر حال نامش یک چی بگم یک کمی دوغیسی دارد چون یک مرتبه اخراج شده است. بله. خب تا جای توانستیم با وقت جدا گردیده کوشش کردیم با سوال‌ها زود جدا گوییم جواب گویند در اینجا حقوق شناسی ساحه مهاجرت. شنوندگان عزیز شما برنامه مستقیم حقوق شما رو روی موج رادیو مهاجر شنیده ایستادید همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک ادناکلاسنیک یوتیوب طریق نواری آنلاین ما رو تماشا کرده ایستادید. شماره تلفنی که می‌بینید 8965 151 0410 8967 111 5646 دوامی هفته نیز میتوانید سوال‌های خود را ارسال کنید و هر روز جمعه شنوندگان عزیز ساعت 18 به وقت مسکو میتوانید که زنگ بزنید و بخش برنامه حقوق شما را میتوانید مستقیما شنید. یک چیز دیگر رو میخواستم گویم درباره مهاجرانی که در قزاقستان میروند در قزاقستان میشوند اوضاعهای پنج شدن که حق حدود ایستادن آنها علاقه از 3 ماه از 90 روز به 1 ماه آورده شده است و آنها در بیش از 5 روز اجازت ندارند. گفتنی هستم که چنین قانونگذاری قبول کرده نشده است و این دروغ محض است و خواهش میکنم که با گفته‌های پلیس یا که دیگر نفران باور نکنند چون که علاقه به ما چند مراجعت شد. خب اینجا یک نفر دیگر بسیار خواهش کرده است که همین سوال رو جواب گردونید. خواهش میکنم کوتاهک به همین سوال جواب گردونید که این نفر 2 مرتبه علاقه نویسنده است و خواهش کرده است. نویسنده است سلام به رادیو مهاجر یک سوال داشتم من میخواهم که اویله ام رو بیارم لیکن زکس ندارم فرزندم رو آورده میتوانم یا نه؟ بله از اویلش خودش آورده میتواند زکس هم نداشته باشد همون در همون شهادتنامه که نام پدرش نوشتگی باشد میتواند بیارد اجازتنامه گیرد بیارد یعنی که امکانی آوردن دارد. بله همون در همون شهادتنامه نامش نوشتگی باشد همون از همون یک اجازتنامه میتیت میارد از این طرف رفتن اجازتنامه این مردم در کار نیست. خب به هر حال اجازتنامه لازم است که بیارد در وقتی آوردن. بله اگر که ثبت کرده باشد اگر که نه و اگر که متدینوچ که باشد مادر خودش گرفته میتواند آورد. نویسنده زکس ندارم. نه من فهمیدم در صورتی که اگر نام پدرش نوشتگی نباشد مادرشون هم خیلی گرفته میارد یگان مشکلی نیست. اگر نام پدرش باشد از پدرش اجازتنامه میگیرد. خب شنوندگان عزیز طول 1 ساعته که در اختیار داشتیم سوالهایی که از جانب شما پیشنهاد گردیدن مطرح کردیم. خب حقوق شناسی ساحه مهاجرت کریم جان میاروف اینجا مستقیما با سوالهای شما جوابهای مشخص گردانیدند. بار دیگر تکرار میکنم که با تلفن‌های استودیو مرکزی رادیو مهاجر میتوانید دوام هفته سوالهای خود را بفرستید و هر روز جمعه شنوندگان عزیز ساعت 18:00 به وقت مسکو شروع می‌گردد برنامه حقوقی
حقوق شما. در هر یک برنامه ما حقوق شناسان ساحه مهاجرت تشریف می آورند و مستقیما در استودیو مرکزی رادیو مهاجر نشسته به سوالهای شما جواب می گردانند. عزیزان اگر سوالهایی دارید دوام هفته فراموش نکنید با تلفن های 8965 151 0410 8967 111 56 46 سوال را بفرستید. همچنین در هفته می اومده روز جمعه می توانید مستقیما زنگ بزنید همراه حقوق شناسان در تماس شوید. از آنکه طول یک ساعت ما را شنیدید و به سوالهای شما تا کدام اندازه اگر که توانسته باشند جواب گردانیده باشند ما شاد گردیدیم و سخن اخیران را می خواهم کوتاه جنبش کنند خود کریم جان یوروف. چی گفتنی هستید اوید حقوق مهاجران کوتاه خواهش میکنم. باز هم گفتنی هستم که پیش از همه وقتی که حجت گذاری میکنن حرکت کنن که در آن جایی که زندگی میکنن در آن جا حجت گذارن، چون که پیش از همه زیاد حاضر مردم رو با بهانه اون که در آنجا زندگی نمیکنن اخراج میکنن، خصوصا یا که موافق قانونگذاری نه و خود اون نفری که اونها رو به قید گذاشته است میتواند که اونها رو از قید برارد و خود مهاجران ندانند. به این خاطر تیز از همون حجت خود رو تفتیش کنند با واسطه دیگر نفران که در قید هستند یا نیستند و حرکت کنند که به اجازت نامه کاری اگر که حجت رو سپرده باشند برای پتنت به اجازت نامه کاری حتی هم یک روز یا یک ساعت به یگونجا کار نبرند که این باعثی در صورت بازداشتشون اخراج شوی می شود، خطر کلان دارد. بله و پول سپرده آنها بیکار می شود و پول خود رو برگردانده نمیتونن. به این خاطر پیش از همه میخوام که در این سال بگذار سال بابرار باشد و تمام مهاجران باز هم میگویم که به وطن برگردن و کار یا که یک فعالیت در نزد خویش تبار فرزند در وطن خود کنند. خب وقتی جدا گردیده ما به انجام رسید. شنوندگان عزیز از همه شما تشکر. شما برنامه حقوق شما رو مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید. برنامه‌های دیگری رادیو مهاجر ادامه دارند و ما را همراهی کنید. شبتان خوش و با فراغت باشد شنوندگان عزیز. اطلاعات صحیح، شرح واقعه‌های روز، خبر و گزارش‌های جالب و شنیدنی از تحولات تاجیکستان، روسیه و جهان در برنامه اطلاعات خبر همه روزه با پخش مستقیم از استودیو مرکزی رادیو مهاجر. درخواست، پیشنهاد و یا اطلاعی دارید پس می‌توانید با ما دوام 24 ساعت با شماره 8967 111 56 46 در تماس باشید. رادیو